خب دوستان عزیز، بریم سر اخبار و اتفاقات امشب سلبریتی هالیوود تا ببینیم چه اتفاقاتی توی هالیوود افتاده و سلبریتی‌ها چه اخبار جدیدی ازشون منتشر شده که با هم دیگه میریم بررسی می‌کنیم. خبرایی که دارین تیکایی ازشون رو می‌بینین که دوستان خبرای امشب نسبت به خبرای شب‌های دیگه متنوع‌تره و یه چند روزی میشه که هالیوود جون گرفته و کلی خبر جدید منتشر شده که یه چند تا دونه از بهترینا و ترندتریناشو براتون جدا کردم که امیدوارم ازش لذت ببرین و از دستشون ندین. و ما دوستان مهمترین خبر امشب برمیگرده به خبری که از کانی وست منتشر شده، رپر مشهور هالیوود که همتون میدونین همین چند وقت پیش بود که روی فرش قرمز اسکار همسرش رو برهنه کرد جلوی چشم میلیون ها مخاطب و خیلیا پیگیر اینن که چرا کانی وست این کار انجام داد و الان اومده یه سری حرفایی زده که نشون میده که چرا اومده و همسرش رو جلوی میلیون ها نفر لخت کرد، یعنی برهنه کرد و شاید حتی با شنیدن حرفاش دلتون براش بسوزه و ناراحت بشین که این اتفاقات براش افتاده و میگم حرفای جالبی زد که با من همراه باشین. بریم سراغ اخبار و اتفاقات سلبریتی هالیوود. خب دوستان عزیز، خیلی مخلصم، امیدوارم حال دلتون خوب بوده باشه و بدون هیچ معطلی بریم سراغ اولین خبر که خبر اول در مورد بلک لایولی و جاستین بالزونی، این دوتا بازیگری که با هم دیگه دعوا افتادن و درگیریاشون الان رسیده به دادگاه و همچنان پیگیرن و دارن کاراشون رو جلو میبرن. این وکیل گرفته اونم وکیل گرفته و دارن کاراشون رو جلو میبرن و همتون میدونین که بلک لایولی گفته آقا من توی فیلم به آزار جنسی رسیده و گفته که جاستین بالزونی که هم بازیگره هم کارگردانه به هم آزار رسونده و اینجور چیزا. و الان چی شده؟ این خبرگزاری ها توی این درگیری ها توی این داستان ها اومدن یکی دیگه از خانومایی که توی فیلم بوده و اتفاقا ارتباط مستقیم با خود کارگردان یعنی جاستین بالزونی داشته رو آوردن باهاش حرف زدن و یه سری سوالا ازش پرسیدن. یکی از خبرگزاری ها که اسمش 60 Minutes استرالیاه اومد چیکار کرد؟ اومد و این خانم آورد. اسم این خانم چیه؟ تالیا اسپیسر دوستان که این بنده خدا یک طراح فیلمنامه است و با کارگردان ارتباط مستقیمی داره به واسطه شغلی که داره و برای ترجمه فیلمنامه و این چیزا. و چی شده داستان از این قراره که میارن میشونن اونجا و ازش میپرسن که تالیا جان تو که تو فیلم بازی کردی به عنوان یک زن اونجا بودی با جاستین بالزونی در ارتباط بودی، آیا به تو آزار رسید یا تو احساس بدی داشتی؟ و این جواب ما بده که بریم ببینیم تالیا چی گفت. No, not at all. I would say I felt more comfortable being around Justin than a lot of film directors in my experience. این هم از طرفی که از تالیا شنیدین دوستان که خیلی جالبه. ببین از طرفی این بنده خدا میگه که جاستین خیلی از کارگردانای دیگه بهتره، از اون طرف باز بلک لایولی میگه که به من تجاوز کردن، چه میدونم به فیلم نشون داده، چه میدونم میگه که جاستین در مورد اندام جنسی دیگر بازیگرا با من صحبت کرده. من نمیدونم چرا بلک این حرفا رو میزنه. ببین اگر جاستین بالزونی مریض جنسی باشه باید با خانومای اطرافش این کارو بکنه، نه با یه خانم دیگه. رو مریضه، خب چه فرقی براش داره که بلک باشه یا تالیا باشه؟ متوجه این چی میگم دیگه؟ داستانو بگیریم و از این طرف که بلک میگه آقا این اینجوریه، از این طرف یه خانم دیگه پیدا شده میگه که نه اصلا اینجوری نیست، حتی جاستین خیلی بهتر از دیگر کارگرداناست و در ادامه هم میگه که جاستین خیلی به بلک رو داد، یعنی بلک سوار بازی شد، یعنی سوار فیلم شد و حتی کنترل از دست جاستین در رفت و این نشون میده که بلک لایولی توی فیلم ورود کرده و فیلمنامه رو حتی شاید تغییر داده باشه. و یه اتفاق جالب دیگه افتاد اینه که یعنی مثل بول ترکید خیلی خندشون گرفت. داستان از این قراره که مجله تایم میاد افراد تاثیرگذار، یعنی افراد تاثیرگذار سال 2025 رو معرفی میکنه و توی این افراد تاثیرگذار سال 2025 اسم بلک لایولی هم هست. یعنی بلک لایولی یکی از اون افرادیه که تاثیرگذاری داره در مردم جهان. خب و این خیلی جالب بود برای خیلیا که چرا بلک لایولی رو انتخاب کردی. اصولا مثلا کسی رو انتخاب میکنن که چه میدونم یارو یک تاثیرگذاری داشته باشه دیگه، مثلا یک خیریه‌ای مثلا بره کمک کنه، مثلا یک سری آموزش‌ها رو بده، یه کارایی بکنه برای مردم کشورش، برای بچه‌ها. این شخص رو مثلا میگن که تاثیرگذاری داشته، خب مثلا تاثیرگذار بوده و نمیدونم چرا بلک لایولی انتخاب کردن. اگرم بعد انتخاب میکردن همسرش بعد انتخاب میکردن، یعنی
رایان رینولدز که رایان کمک به خیریه کرد و کمک زیادی کرد این چیزی که من در آوردم، ولی نزدن اسم همسرش دادن به جای رایان که این نشون میده پشت پرده سی اتفاقاتی داره میفته که دوست دارن چهره بلیک لایولی خوب جلوه بده، یعنی بهتر از این چیزی که الان هست نشون داده بشه. که حالا میگم اینم از اتفاقی که افتاد، شما میتونید نظرتون رو بگید. What is this? I did not know you could cook. I can't. Oh, well, good, because I was starting to get a little intimidated. It was, you know, it's silly things you do. It's not nothing. Every tattoo means something. You're Glabella. و اما دوستان بریم سراغ خبر بعدی که یه خبر خوبه برای طرفدارای جانی دپ و مخصوصا طرفدارای فیلم دزدان دریایی. چه اتفاقی افتاده؟ خبر اومده که جانی دپ داره مذاکره میکنه با سران دیزنیلند و قراره که برگرده به نقش جک اسپارو و بازی کنه توی این فیلم و ما قراره که دوباره جانی دپ رو ببینیم. و چه اتفاقی افتاده؟ یکی از مدیرای ارشد دیزنی اومده به خبرگزاری‌ها گفته که خیلی نزدیک است این که معامله انجام بشه و جانی در حال مذاکره پیشرفته با رؤسای دیزنیه تا در شخصیت جک اسپارو بازی کنه. این حرفاییه که مدیر ارشد دیزنی زده که دوستان اگر نمیدونین بدونین، به خاطر دعوایی که جانی دپ با همسرش یعنی امبر هرد داشت، خب متهم به خشونت خانگی شد. خب وقتی که یه بازیگر در اون سطح متهم به خشونت خانگی میشه، خب این فیلم سازی ها اون مثل دیزنی اون شرکت های فیلم سازی میان بازیگر رو میدازن بیرون که آقا دیگه توی فیلم همون نمیتونی بازی کنی و اینا. و از همین فیلم دزدان دریایی هم جانی دپ انداختن بیرون. ولی خب الان دیگه دادگاه تموم شد، جانی دپ بیگناه شناخته شد و دیزنی هم به غلط کردن افتاده، گفته آقا من 310 میلیون دلار میدم تو فقط بیا. در صورتی که جانی دپ توی اون دادگاه گفته بود که اگه 300 میلیون هم بدن من دیگه نمیام و اینا. دیزنی هم اومده گفته که 10 میلیون بیشتر هم میدم تو بیا. و الان دارن هم صحبت میکنن، دارن مذاکره میکنن که میگم به توافق خیلی نزدیک شدن که امیدوارن جانی دپ رو ببینیم. و واقعا دوستان نمیشه دزدان دریای کارائیب شما بدون جک اسپارو اصلی یعنی جانی دپ شما بخوای اصلا تصور کنی، که امیدوارم این اتفاق بیفته و ببینیم چه اتفاقی در نهایت میفته. Well, Jack Sparrow, isn't it? Captain Jack Sparrow, if you please. You are without doubt the worst pirate I've ever heard of. But you have heard of me. Commodore, I really must protest. Carefully, Lieutenant. Pirate or not, this man saved my life. Finally. No, don't shoot! I knew you'd warm up to me. البته که دوستان یه سری عکسای جدید از جانی دپ منتشر شده که برگشته به هالیوود و این عکسی که دارین میبینین اولین عکس‌ها از جانی دپ که وارد دنیای فیلم و سریال شده دوباره. و دارین میبینین عکس دیگه، این عکسش نشون میده که وارد شخصیت جدیدی شده که داره بازی میکنه. فکر کنم کارگردانم باشه، نمیدونم، اینو دقیقاً نمیدونم، ولی خب دوباره وارد شده و این یک پوان مثبت براش به حساب میاد که دوباره بتونه توی دیزنی توی فیلم دزدان دریایی هم باشه. و البته که فکر کنم تو هر شخصیتی میره جانی دپ واقعا فوق‌العاده است. نمیدونم شما همین حسو دارین یا نه، یعنی هر شخصیتی که بازی میکنه دیگه نمیتونی قبول کنی که کسی دیگه ای بیاد بازی کنه و خودشو کامل مچ میکنه با اون کاراکتر، با اون شخصیت، که امیدوارم که برگرده به دزدان دریایی و لذتشو ببریم. Anna Maria. I suppose you didn't deserve that one either. No, that one I deserve. You stole my boat. Actually. و اما دوستان بریم سراغ خبر بعدی که باید ببرمتون کجا؟ باید ببرمتون به جده عربستان. چرا؟ چون جنیفر لوپز رفته اونجا و حسابی ترکونده. بریم با هم ببینیم. این برای چندمین باره که جنیفر لوپز اومده به عربستان و حسابی داره میترکونه، کلی کنسرت، کلی چه میدونم فشن شو، چه میدونم مهمونی برگزار میکنه و کلی به طرفدارای جوون عربستانی داره حال میده و کلی براشون آهنگ میخونه. و اینم از اتفاقی که افتاد که بریم با هم لحظه ورودشو ببینیم.
همونطور که دیدین دوستان، دیدین که جمعیت زیادی اومد، استیج بزرگی فراهم کردن و کلی تجهیزات و کلی جمعیت اومدن اونجا میخوندن و جنیفر هم یعنی عالی اجرا کرد و من بیشتر اجراش رو دیدم، ولی خب حیف نبرمتون روی 2 تا از اجرای ترتمیزش از بهترین آهنگاش براتون ندارم که خیلی ها ازش انتظار ندارن که بیاد و اجرا کنه، بره کنسرت و بپر کنه با این سنی که داره. خیلی ها انتظار ندارن، ولی خب همیشه جنیفر لوپز با خیلی ها رو غافلگیر میکنه و قدرت بدنیشو این بار هم به رخ کشید. بریم با هم دیگه ببینیم. Let's go! I ain't your mama, no. I ain't your mama. Look for the shine. Let's get to work on time. No more playing video games. Things are up to change. You used to be crazy and now can't we go back? ولی خب دوستان جالب میدونین کجاست؟ جالب اینجایی که وقتی که جنیفر لوپز وارد عربستان میشه، حالا من نمیدونم اینو من حس کردم و نمیدونم آیا واقعیت داره یا نداره، ولی از موقعی که اومد من هرچی عکس ازش دیدم، ویدیو ازش دیدم، حالا نمیدونم این از بالا بهش میگن چه میدونم از کجا بهش میگن، تمام لباسایی که پوشیده شده بود و لباس باز نپوشید و سعی کرد لباسش کاملا پوشیده باشه و حتی توی مسابقات فرمول 1 هم که رفت یه لباس صورتی پوشید و میگم این اتفاقات افتاده که حالا نمیدونم شما هم یعنی دلیل خاصی داره مثلا من احساس می‌کنین دلیل خاصی داره یا اینکه نه عادیه با لباس پوشیده باشه چه فرقی داره، حالا نمیدونم این اتفاق افتاده. ولی خب دوستان بریم با هم دیگه معروف ترین موزیکشو که زنده میخونه رو با هم دیگه گوش بدیم و ذوق جوانای عربستانی. این هم از اجرای نابی که از جنیفر لوپز دیدیم از ذوق جوانای عربستانی که توی مهد اسلام داره اتفاق میفته، یعنی عربستان که خب همین تناقضه، یعنی برگزار کردن کنسرت توی مهد اسلام، این تناقض باعث شده که خیلی از کارگزاری بهش بپردازن و اینا و یه چند سالی میشه که این سران عربستان یه رویکرد متفاوتی رو در پیش گرفتن و دارن از صنعت گردشگریشون نهایت بهره رو میبرن، کلی سرمایه گذاری کردن و میدونن که این نفت نیستش تا آخرش و میدونن که نفت یه روزی بیارزش میشه و اصلا همین الان اصلاحاتش رو دادن و دارن سرمایه گذاری میکنن برای اینکه گردشگر جذب کنن. حالا شده از خواننده ها کمک بگیرن مثل جنیفر لوپز و اینا و تمام سعیشون میکنن که کشور خودشون رو بشناسونن به خیلی از مردم جهان و اینجوری کسب درآمد کنن و اینا از اتفاقی که افتاد که اصلا به خاطر همینه که چند وقت پیشم وزیر دفاع عربستان اومد ایران و بعد از این همه مدت برادر فکر کنم پادشاهشون میشه آخر ایران و اولی داشتن صحبت میکنن که آقا لطفا جنگ نکنه اینا، مذاکره کنه اینا و سخت مشغول اینن که این خاورمیانه رو از جنگ به دور کنن که پروژه این سرمایه گذاری عظیمی که برای
این توریست آوردن و چه میدونم این ساختن زیر ساختا برای جذب توریست رو بتونن راحت انجام بدن و جنگی رخ نده و بعدش حالا بتونن کشورشون رو از این اتفاق، یعنی بحران داریم دیگه، چون نفت یه روزی بیارزش میشه و اینم از این اتفاق افتاد. کجا رفتیم تو سیاست و اینم از اتفاقی برای جنیفر لوپز افتاد و بعدش هم دوستان جنیفر لوپز قراره بتر کنه و قراره که تابستون کلی کنسرت داشته باشه و اعلام کرده و توی شهرهای مختلف جهان قراره بره کنسرت اجرا کنه که بعد ببینیم در نهایت چه اتفاقی میفته. Don't stop, keep it moving, put your drinks up. Pick your body up and drop it on the floor. و اما دوستان بریم سراغ خبر بعدی که خبر اصلی و مهم امشبه، یعنی خبری که از کانیه وست منتشر شده، رپر مشهور هالیوود که یکی از پرحاشیه ترین رپرهای جهان به حساب میاد با این کارهایی که انجام میده و یکی از اتفاقاتی که افتاد این چند هفته پیش بود که اومد همسرش جلوی چشم میلیون ها نفر برهنه کرد و الان اومد یه سری حرفا زده که حرفاش به نظرم بیشتر یه تلنگری برای پدر مادر هاست که بفهمن که دارن چیکار میکنن با زندگی بچه‌شون، یعنی این که دقت کنن که بچه‌شون داره چه محتوایی رو میبینه. و کانیه وست یه جورایی اومده یه حرفایی زده که بگه که آقا من آسیب دیدم و الانم عذاب وجدان دارم که یکی دیگر بهش آسیب رسوندم و اینا. چی شده داستان؟ میاد یه توییت میزنه و توی این توییت چی میگه؟ میگه که من از 14 سالگی با پسر عموم رابطه جنسی داشتم. حالا پسر عموش چند سالش بوده؟ 6 سالش بوده. میگه من با اون رابطه داشتم از بچگی، یعنی از 14 سالگی و یه سری حرفای عجیب میزنه و میگم یه حرفایی زده که مثل بونت سوشال مدیا ترکیده که من کامل اون توییت رو براتون میخونم و بعدش میریم سراغ موشکافی از توییتی که زد و کامل بهتون میگم چه اتفاقی افتاده. بریم سراغ توییتی که کانیه وست زده. چی گفته؟ گفته این آهنگ اسمش پسرعموها یا اون کازنز است، درباره پسرعمویی که حالا به خاطر قتل یه زن باردار تا آخر عمر زندانی شده. چند سال بعد از اینکه بهش گفتم دیگه نباید با هم مجله‌های بزرگسال رو نگاه کنیم. شاید در اون وضعیت آشفته خودخواهانم احساس میکردم مقصرم، چون اون مجله ها رو وقتی فقط 6 سالش بود بهش نشون دادم و بعد با هم کارهایی رو که دیده بودیم بازسازی میکردیم. پدرم مجله پلی بوی داشت، اما اون مجله هایی که بالای کمد مادرم پیدا کردم متفاوت بودن. اسم من یه هست و من تا 14 سالگی که دیگه من برنامه‌شو نمیخونم و شما حالا تو تفسیر هست میتونین بخونین که واقعا ناراحت کننده است که این حرفا رو میزنه و این نشون میده که خودش هم قربانی محتوای مستهجنه و میگه دیگه، میگه بالای کمد مادرم یه سری مجله‌ای پیدا کردم که مثلا می‌دیدیم و بعد دوباره خودمون بازسازیش می‌کردیم با پسرمون و میگه که این اتفاقات افتاده. و جالب‌تر اینجاست که الان خودشو چی میدونه؟ الان خودشو مقصر فوت اون زن بارداری میدونه که پسرعموش کشه و خودشو مقصر این میدونه که پسرعموش از 6 سالگی آلوده این چیزا کرده و خودش الان مقصر میدونه که این پسرعمو رفته اون زن باردار رو کشته و الان تا ابد توی زندان باید بمونه، چون حکم ابد به پسرعموش دادن. و قبلا توی مصاحبه با جیمی فالن گفته بود که یه پسرعمو دارم که توی زندانه و من پیگیر کاراشم و اینا، و میگم خودشو یه جورایی مقصر میدونه و داره عذاب وجدان اینو میکشه. یعنی کانیه وست که از بچگی این مجله ها رو نشون داده و این بچه رو کلا از راه به در کرده و خودش هم کلا آسیب دید دیگه، خودش هم آسیب دید و اون تیکه فون دیگه چه اتفاقی براش افتاده. و اینم از اتفاقی گفته و میگه که وقتی که با کیم کارداشیان بودم، همسرش با کیم کارداشیان بود، خیلی پیگیر این بود که جلوی مثلا اتفاقات بد برای پسرموش رو بگیره که دیگه مثلا زندانی نشه و اینا، ولی خب نتونست و میگه از همون دوران من آسیب دیدم. حالا نمیدونم چرا اومده این حرفا رو به ما داره میزنه یا اصلا توییتش کرده، ولی احساس میکنم که داره مظلوم نمایی میکنه و احساس میکنم که داره یه جوری خوش آدم خوبه جلوه میده که آقا مثلا اگه من زنمو آوردم جلوی مردم لغ کردم و این کارا رو میکنم و میدونین یه موزیک ویدیو داده بود تمام سلبریتی‌ها رو گرفته بود برهنه کرده بود و اصلا خیلی کارهای عجیب غریب میکنه که اصلا اگه بخوام بهتون بگم یعنی کلی ویدیو میشه و اصلا لازم هم نیست که گفته بشه، این کارهای بچگانه است که انجام میدن. و کانیه وست اومده اینا رو گفته، احساس میکنم که یه جوری داره مظلوم نمایی میکنه. ببین عزیزم، تو اگه خودت مثلا محتوای بد دیدی و از راه به در شدی، چه میدونم باعث شدی که پسرعموت بره یه زن باردار رو بکشه، خب تو خودت دیگه نباید بیای زنتو برهنه کنی، همون محتوای بد و مثلا نشونه
میلیون‌ها نفر بکنه. خب 100% اسکار 2025 داشتن، خیلی‌ها میدیدن. از بچه 5 ساله داشته میدیده تا چه میدونم 14 ساله که همون سن خودت. و این موضوع باعث میشه که احساس کنم که داره مظلوم نمایی میکنه که آقا من اگه میبینین این کارو میکنم آسیب دیدم و اینا. ولی خب از طرفی هم یه ذره میشه گفت شاید حق داشته باشه که پدر و مادرش، یعنی مقصر اصلی پدر و مادرشن که اون مجله ها و یا اون محتوای نامناسب رو در اختیار بچه‌هاشون قرار میدادن یا یه جایی قایم میدن که بچه‌هاشون پیدا میکردن. و چه میدونم این بیشتر به نظرم باید کنترل پدر مادر باشه که محتوای مناسبی رو جلوی بچه‌هاشون بذارن یا حداقل کنترل داشته باشن رو محتوایی که بچه‌شون میبینه و امیدوارم اتفاق بیفته و پدر مادرها بیخیال نباشه. البته که بذارین دوستان بگم که این حرفایی که کانیه وست زده بیشتر در مورد یه آهنگی که قراره چند وقت دیگه بده بیرون، یعنی یه آهنگی که قراره بیرون بیاد و تمام این جزئیات این داستان بچگیش و این اتفاقات رو قراره توی اون آهنگ به تصویر بکشه و حرفاشو بزنه که میگم خودش یه جورایی تلاش کرده بگه که آقا من آسیب دیده بودم و دارم این کار رو انجام میدم، شما به من گیر ندین فلان و اینا. و دیگه این واقعا آسیب دیدنه نیست، یعنی تو خودت آسیب دیدی اوکی، خب اگه آسیب دیدی برو چه میدونم پیش دکتری چیز خودتو درمان کن دیگه. دلیل برای نیست که بیای این هم آخه من نمیدونم واقعا عجیب و غریبه که چرا یکی خودش آسیب دیده است خودش میگه آقا من چه میدونم آسیب دیدم و چه میدونم اینا، از اون طرف باز بره به دیگران هم آسیب بزنه. این دیگه واقعا عجیبه، واقعا عجیبه. که بریم سراغ خبر بعدی که در مورد دریک و کندری که دوستان که دعوایی که بین این دو تا رپره که دیگه همتون میشناسین این دو تا رو و میدونید چه دعوایی بینشونه که دعواشون دیگه جهانی شده دوستان. و چه اتفاقی افتاده؟ کندری اومد توی کنسرت جدیدش یه ویدیو منتشر کرده، یه ویدیوی کوتاه. خب تو این ویدیو مثلا دریک ازش شکایت کرده و کندریک داره جوابشو میده. خب و یه جورایی تحقیر کرده دریکو با این کارش و اینا. و خب همه میدونیم دیگه دریک رفته شکایت کرده و قراره شکایت بکنه و کلا میگه که آقا دارن بوست میکنن کندریک و اینا. ولی خب از این داستان که بگذریم، جاستین بیبر واسه خودش دردسر درست کرده. جاستین بیبر خودشو تو دردسر انداخته به نظرم. یعنی چی؟ یعنی اینکه اومده پشت هموطن خودش یعنی دریکو خالی کرده و با آهنگ دیسترک دریک یعنی نات لایکاز کندریک لامار اومده با رقصیده یا مثلا یه کاری کرده که نباید میکرده دیگه. و دریک کانادایی، جاستین هم کانادایی، باید پشت هم دیگه باشن. ولی خب جاستین بیبر با آهنگ دیسترک دریک اومده رقصیده و فکر کنم والا دریک بعدا بهش واکنش نشون بده، چون یا شاید هم خود جاستین بده عذرخواهی کنه که بگه آقا من قصد خاصی نداشتم و اینا. ولی خب میتونیم بریم یه تیکه رو ببینیم. البته که دوستان کوچالا که برگزار شد، یه سری عکس‌ها و ویدیوها از جاستین بیبر منتشر شد که دیگه رسما الان دیگه متوجه شدیم که جاستین بیبر معتاد شده و داره گل میکشه و عکس‌ها و ویدیوها نشون میده که جاستین بیبر داره مصرف میکنه مواد مخدر رو و خیلی هم لاغر شده و بی‌عصاب شده، یه جورایی میگن انگار عصبی به نظر میرسه و اصلا تو حال خودش نیست انگار کلا. ولی خب رابطه‌ش هم با هیلی بیبر از طرفی خوبه، یعنی اینجوری نیست که از هیلی بیبر بخواد جدا بشه، چون هیلی بیبر تو کوچلا همراهش بوده و با هم بودن. و حالا از طرف دیگه باز میگن که جاستین بیبر و هیلی بیبر مشکل برخورده و به خاطر همینه که جاستین رفته سمت مواد و اینا. ولی خب این عکس‌ها و ویدیوها که منتشر شد دیگه رسما تایید شد که جاستین بیبر دوباره شروع کرده به کشیدن مواد مخدر. بعد میگن دیگه داره گل میکشه و بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. خیلی انتقاد کردن و خیلی نگران وضعیت سلامت و روان جاستین بیبر هستن و تازه هم پدر شده. میدونید یعنی خیلی از طرفدارا اعتقاد دارن که آقا تو دیگه پدر شدی و دیگه نباید مواد مصرف کنی و اینا و خیلی میگن که نباید اتفاق بیفته. ولی خب فعلا این اتفاق افتاده و ببینیم چه اتفاقی در نهایت میفته. و عکس جدیدی هم از پسرشون منتشر کردن که دارین میبینین و اینا از اتفاقی واسه جاستین بیبر افتاد. One shot to disappearance.
و اما دوستان بریم سراغ خبر بعدی که در مورد یکی از سرویس هالیوود یعنی کریستن استوارت که دیگه همتون میشناسین، تو فیلم گورگومیش بازی کرده و همتون میشناسین کریستن استوارت که با دیلن مایر ازدواج کرد، یعنی عروسی کرد، یعنی با نامزدش دیلن مایر عروسی کرد. دوستان که دارین تصاویر عروسیشو میبینین که اصلا خیلی ساده بود دوستان، خیلی ساده و همتون میدونین دیگه همجنسگراست و عروسیشون بدون مثلا هیاهو بود چه میدونم اینجور چیزا، دور از خیلی از عموم و اینا. البته یه چند تا از سلبریتی های دیگه هم دعوت کرده بودن و میگم خیلی ساده و لباسای ساده و دور از هر نوع پوشش رسانه‌ای و اینا اومدن و این عروسی رو برگزار کردن. و جالبه بدونین که 5 سال نامزد بودن و بعد از 5 ساله که تصمیم گرفتن عروسی کنن و فکر کنم 2019 با هم دیگه آشنا شدن. 2 سال بعد یعنی 2021 نامزد میکنن و الان که دیگه عروسی کردن و خیلی ها دوست داشتن که البته کریستن استوارت دوستان سلطان رابطه است، با خیلی ها بوده، با زن و مرد خیلی بوده و بالاخره با یکیشون عروسی کرده و خیلی ها دوست داشتن که اینو با رابرت ببینن، همون رابرتی که توی فیلم گورگومیش بود، رابرت پاتینسون که دوستان خیلی ها دوست داشتن این دو تا رو هم دیگه ببینن. البته بودن با هم دیگه یه مدتی ولی خب دیگه الان با سوکی واترهاوس رفته و با اون هستش فعلا رابرت و کریستن هم اومده و ازدواج کرده، یعنی عروسی کرده که نشد دیگه این اتفاق هم نیفتاد. ولی خب امیدوارم که خوشبخت بشن، امیدوارم که عشقو پیدا کنن و نمیدونم شما چقدر با همجنسگرا موافق یا موافق نیستی. من خب عشق دیگه توی چه میدونم توی جنس مخالف همش پیدا نمیکنن، توی جنس موافق پیدا میکنن و الان میتونیم بگین توی کامنت ها که چقدر موافق این اتفاق هستی یا نه. You scared me. The hell are you doing? Back up. I'm coming up. Hey. Look, I'm sorry. و اما دوستان بریم سراغ خبر بعدی که در مورد مدل، بازیگر و تهیه کننده 59 ساله بریتانیایی یعنی الیزابت هارلی که دیگه همتون میشناسینش و این خانوم الان وارد رابطه عاشقانه جدیدی شده که با بیلی ری سایرس 63 ساله است، خواننده که دیگه همتون میشناسینش که پدر مایلی سایرس دیگه. بیلی ری میدونید که پدر مایلیه و چی شده اینا اومدن توی فضای مجازی یعنی اینستاگرام اومدن یه عکس منتشر کردن که عکس نشون میده که اینا رابطه‌شون عاشقانه است. بیلی داره الیزابت رو میبوسه و این عکس نشون میده که رابطه‌شون عادی نیست و عاشقانه است و این عکس رو دیگه به صورت رسمی منتشر کردن چون خیلی از مردم اصلا هنوز باور هم نمیکنن که الیزابت به بیلی پا داده، به بیلی 63 ساله، البته خودش 59 سالشه و میگن که اصلا امکان نداره که اینا با هم دیگه باشن و اصلا شایعه است و اینا. ولی خب دیگه چه شایعه‌ای دیگه، توی اینستاگرامش یه رو عکس منتشر کرده دیگه و کاملا اینا با هم دیگه و خیلی ها تعجب کردن از این موضوع. ولی خب بیلی هم تازه یه سال که از همسرش جدا شده بوده که الان با الیزابت رفته رابطه برقرار کرده و اینا هم تو رابطه که امیدواریم ببینیم یعنی خوشبخت بشن دیگه، امیدواریم خوشحال بشن طبق معمول و ببینیم چه اتفاقی در نهایت میفته. اما دوستان اینو از اخبار امشب حتما توی کانال تلگرام عضو بشین دوستان، من لینکشو توی دیسکریپشن و توی کامنت میذارم و دوستانی که برای اولین بار میبینید من اخبار و حواشی سلبریتی‌ها رو میگم و میتونین عضو کانال بشین تا از اخبار و حواشی سلبریتی‌های هالیوود جا نمونین دوستان و دمتون گرم تا اینجای کار بودین، همتون تاج سرین و امیدوارم که ویدیوی امشب مورد قبولتون واقع شده باشه و شاد و پیروز باشید.